برای بار آخر میخوام بهتون بگم تفاوت کلگی‌های 20 وات کپی با اورجینال. چند تا مشخصه کوچیک داره. اولا اینکه بسته‌بندیش کاملا مشخصه و رنگ لیبلی که روشون هست حالا یا BA یا CA یا حالا هر چیزی هستن. یکی دیگه از مشخصه‌هایی که داخل خود کارتون هست خود کلگی 20 وات دیگه نمیخواد برین این داخل رو نگاه کنین چند تا پایه داره و این داستانو. ببینید بذارید اول من بسته‌بندی براتون بازم. این کپیه. ببینید چه جوری اصلا توی قابش بود. این کپیه. اولا اینکه دو تا سریال زیر این پدالا هست. سریال زیر این پدال و کارتونش باید یکی باشه. این یکی از مشخصه باشه. ببینید این اورجیناله. راحت میاد بیرون. این کپیه. نمیاد.